لنگ و لنگ آی و لنگ آی امان ناز دلبر. ایلا کجا بیدی؟ بله کجا بیدی؟ ما این برو مثل چیز بابا گفتن که برو چیز کو بابا گرده با پس و وقت برفتم بابا با بال پله بزنم شلیار همی حالا با هر جا میری برو خیره باشه. بابا بزنم بال شلیار گفتم برو بال کنجتا یلدی. خب بگم تو با خود نورالله خود چپ گرفتی که برو تنه میدی. چه تنه میدم میگن 45 سال بمونده داده خود به من ندادی خب بسه تو رو بازی کار کی آورده که برای میدی؟ میگم 45 سال بمونده خواهر تو چرا داده خود به من نمیدی؟ میگم چون خرش پرش چه کار شه. او داده خود به تو میده. چی؟ داده خود به تو میده. خب بمونده به خونه. همین زمینه رو میبینی؟ همین رو بسته نده. همین تا 10 لک روپیه بری بگذارن خواهر خود به تو نمیده. بابا تو میده دختر خواهر خود. و پس هیچ من نمام اوکی گفتم مایم من از تو پرسم که تو چرا میری تنه میری گناه داره نگو بزنی بچه‌ها مردم ملعن میکنه میگن اون اولا حساب خرابی آدم نستری یک روز میتازه قرار نشه که توی تصق قرآن گذاری میزنه که دست پاتو بشکنه تو نمیفهمی که آدم نسوریه. خود چرا ایتا میگم خود چرا بمونده خواهر چرا نمیاره بمونده میگه هرچی یک مطلع هست میگه جلو به خشخش خو میارزه خلاصه گپ جلو به چی میارزه؟ به خشخش خو میارزه جلو به خشخش خو؟ جلو خشخش میکنه اشتا مثلا میارزه گپی مطلع مردم قدیمه دیگه که تو بفت نولار تنه میدی تو سه عباس این جلوه آنه این جلوه این خشخش میکنه جلو کو خشخش نمیکنه گردن هم بچه خشخش یعنی بالا جلوی میارزه نمیگم بالا جلو میارزه میگم جلو به خشخش خو میارزه دیگه باید گپ نپال برو هر جا میری برو میگه نگی به نورالله چیزی برو جلو ما بگو فاپوس گفت جلو گیلا که بگردم که اصاب خراب میشه گفت میزنم پس ما برو بگم جلو به خشخش خو میارزه نولیلا نگو برای تو چی رقم آدم تو میگی که برو به نولیلا بگو جلو به خشخش خو میارزه خب بگم کنی دیگه پا نگه به نورالله نزه همون داده خود خشخش بگم خشخش برو خشخش بگم بگو نه میگم برو بگو نگی با اونجا جنجال دیگه بپاک کنی مدل گپ میزنی خود کله گنده خوب بس اصاب من خراب کردی میگم مشکلت به نورالله نگی چیزی حالا به نولیلا بگم که خشخش میارزه اصلا برو واسطه افغانستان اعلام کو برو مردم افغانستان به خشخش خو میارزه و گپ نمیفهمی تو چی رقم آدمی بودی دیگه برو که باید کنجگه که جیرات بگو تو لالا کنم هم تامی جو بزن مثل که مرد شیر غیرت منو دولختم میشه خود گردن من خشخش میکنه راست میگفته آی سر چی شد جنگه آی سر چی شد جنگه میدونی نباشی دیلون چیکار بکنی یه لح جاره میکنم چری خشخش کنه چرا خشخش کنه خب خشخش کنه عباس نیلیلا هم بگو عباس هم بگو چی گفتم عباس نیلیلا گفتن جارو به خشخش مفتکه جارو به خشخش خو میارزه خشخش اشته میارزه برو برارمه برو بکن که باید یه روز خود ای کاراشو نکن برو برار لقمه نونی برو برارمه این مطالی عمردم قدیمه البا بخونه مرغا بیدیم هم چند تا مرغا ما تخمخ کده برفتم و دیشتم بدن دست بابا جوان سده کی دیدی بده نگیل جون نامردی بیدی دونی 12 ریپیه برو تخمخ که خونگی گیرونه که میشینی سفید به 6 ریپیه اینا زمین تا آسمان فرق میکنه خشخش میکنه خشخش میکنه این مطالی برارمه برو بکن که باید بیایه چطور مطالیه خو یعنی ضرب المثل مردم قدیم کاری که میکردم میگفتم جاری به خشخش خو میارزه برو جو برو برادم می نمیارزه نه برو به این کارا تو نی عقل تو میکشه نی تو خواه کشی تا 40 سال آقا قیامت هم پیش تو به این پانی میفهمیدی هم به اون سید رسیدی که من فهمید برو بسته با قسمت گردی منی خود چی خدمت کنم پا خور که برو گردی من بگذاری با تا به قسمت کله من میشی پا خور که به تا سر من بگذاری باز به قسمت اندازه من میشی خدمت کنم این گفت مفت تو یعنی چی برو تو هم به خشخش خو میارزی بده
برو گله برو 4 تا گوسفندی به جلوی خوکو بچرون سوار زمونا با آینده تو در بیا برای که ترا به جلوی خود کنم دیگه بیا که برای ترا به جلوی خود کنم تو خود تو وقع قواری بسکویه تو گپ مفت به من میزنی بردن تو با آه خیلی از ایران میدون ماشالله اشته نمیدی برو خیلی هم رنگ بسکویم ایت وقع براری نی بله آه با برو بیلا گله بوده ایلا تو عدی داری دنیا خودی خونه چی ببینی خیلی پخ تو وای پیسپی ایسپی با خدا همون هم تو نمیتونی ببین ماما گپ اول آخر خوبا بگیم که چی رقم میشه؟ چی رقمی چی داره؟ ما که بگفتم چی گفتی؟ گفتم که یارو به خشخش خو میاد 10 سالم که باشه با خونه من دختر من جمع میکنم خب آه خب جمع میکنی درسته که جمع میکنی جمع میکنی که گپی بود با تو بگفتم گپ اول و آخر معمونه خب دختر من سنگینی نداره با خونه 10 سالم باشه که اون دختر من جمع میکنه یارو به خشخش خو میارزه درسته که به خشخش که کجا میارزه آه. خوبم شوی به کار داره شویی به کار داره من مفته بودم با مردم بعد نیاد داری چند بسین از من نه گفتم 5 لک ما با خونه بگفتم با تو 5 لک بله گپی بود که امور ما با شما بگفتم ماما جیگر رسی بده که یارو به خشخش که میارزه اونا که جمع کو کجا بفهمیدی خب. من تیر ما 5 لک من ندارم خب که نداری دیگه آدم جلوی من نگی دیگه جلو به خشخش خو میاد دختر منه به خونه منه ما جمع من میکنم 5 لک رفا کجا برم مال دختر تو بعدم 40 سال 50 سال خب ندیستی نمی آمدی به خودرونی بیا که بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان رمضان اشته نیجا ما خیال هستی خیلیت شکر میگم آه من می درختار وا کردم تا سرک جیری کردم او که جیر مثلا برار ما عباس مثلا لیلیلا مثلا یک دیگه به من میگم جیری به خشخش خو میارزه وا کردم هرچی خشخش کردم نمیارزید کسی نخرید چرا ایتن مردم نمیخره ایلا تو امی گپ بشنیدی خود تو نفهمیدی که معنی از این چیه این جارویی که جارو میکنن نگفتن که به خشخش خو میارزه چی گفتم؟ این ضرب المثل قدیمه برارمه مطاله مثل یا ضرب المثل فرق نمیکنه مثل قدیم که میگم جارو به خشخش خو میارزه یعنی چی مثلا که من یعنی بیارزم؟ سکو به تو مثلا یعنی من میارزم به خشخش خوب تو نه دیگه تو هر چی کلونتر میشی سرقیتر میشی چیزی بابا. بگفتن که استفادهش مثلا از یعنی من برابر یک جری ارزش ندارم اصلا تو برابر یک پوست پیاز چی که ارزش نداره گیلک جو تشکر لطف شما زنده زنده باشید. باشه سلامت باشه وعلیکم السلام. گیلک من معنی جارو به خشخش و میارزه به تو بگم معنی اینه برارم خوب گوشات وایه آه معنی اینه فرض مثال فرض مثال. من موتور دارم از 20 سال پیش به خونه گذاشته حق و همسایه قوم خیش به من میگه این موتور به درد تو نمیخوره این بفروش یا پرتو کن من همون موتور خوش دارم همون جارو بهم خشخش خو میارزه همون بهم نبوت یا میارزه که بهم تا خونه گذاشته باشه برارم این معنی و اینه که جارو به خشخش خو میارزه اینا گپ شما میگم بچه کشمیس یا دوم بداره تو رو برجی مری برشی همینا همه مطاله تو میگو که جینا مثلا مردم قدیمه 40 سال که عمرتونه 40 سال دیگه هم به بالی و نباشه 80 سال تو نمیفهمی از این مثلا تو بفهم صحیحه